نمیخواستم عشقمو از تو بگیرم، نمیخواستم تو بمیری تا بمیرم، نمیخواستم شیر میخواستم، ماست میخواستم، مگه تو سوپری داری کالباس میخواست. آقای چی سوسیس کالباس دادم؟ آقای حاجیلو خواهش میکنم خودتون معرفی کنید و بفرمایید که گلدن سوپر پوینت داشته برید مثل مارک دیویس کامپیوتر بیسیک انداستر میستر حاجیلو and I'm Star Podcast. Tomorrow Station Airport, this is a bad cheese here. Everybody sometimes knows that we're wrong over. Yes, of course. Never mind, this is the master music artist. You can't find it. Yes, of course. Tomorrow Station Airport, this is a bad cheese here. Everybody sometimes knows that we're wrong over. Yes, of course. This is Mental Conference Incorporated Station Board and let's take up right here. Never mind, this is I know. روزها همه به برنامه آقای حاجیلو نگاه میکنن. شما چطور؟ من یه صحبتی از سریال جمون کردم آقای حاجیلو. 2 تا شخصیت بازیگر در سریال جمون همیشه برای من جای تعجب رو باقی گذاشته بودن. یکی استاد موپالمو بود، رئیس موپالمو. یکی هم پدر شوهر سوسانو. فکر کن مثلا پدر شوهر سوسانو در فازش همیشه منفی بود. در بدترین بهترین شرایط اینا جنگ و پیروز شده بودن تا میرسید پیش سوسانو. الان شما خوشحال. حالا اون موپالمو شمشیر فولادی ساخته عوض اینکه بیاد خوشحال باشه. همین که جمونگو میدید اشکش دمه مشکش بود. فکر کنید جمونگ من موپالمو هم اومده پیشون عالی جنام من شمشیر از محسن شا باشید. آقای حاجیلو شما خواهش میکنم اون خاطره صف شیر رو واسه دوستان. آقای حاجیلو به علتی که انسان از طبقه مستضعف جامعه هستن همیشه در صف شیر رایانه‌ای هستن. یارانه‌ای ببخشید. در یه روز اتفاقی براشون صف شیر افتاده. من خواهش میکنم چیه میخندید عزیزان؟ فکر کردید که ماها لابد خیلی وضعمون خوبه؟ ما مثل شما عادی زندگی میکنیم. هر شب که با هالیوود و با گوش نیست، ماهی 1 بار اتفاق میفته، اونم جایی دعوتی. آقای حاجیلو خواهش میکنم صف شیر رو یادم میاد افتاده بود یه خانمی شیر بگیره، شیرم سختی بوده. یه خانم تو صف واسه هولش میدم میخوره زمین. یه مأموری میاد میگه خانم دفترچه شما چیه؟ گفت چه برگه مال شما چیه؟ گفت 60 برگ سیمی. گفت از کجا سیمی کردید؟ این نزدیک تجریش یه رستورانی از فرانکفورت رو بود پمپ بنزین. گفت من پسرمون فرانکفورت بوده یه بی ام دانشجویی خریده بود. گفت نمیفروشی؟ گفت نه توی خیمون فرود ممنوع اومده. افسر این جریمه‌اش میگیره. میگه جناب سلامت خودم قبولم که مقصرم. گفت همینقدر که قبول کردی 40% به تخفیف میدی. گفت زن بچه‌م میتونه از این تخفیف استفاده کنه. گفت نه یه شرکت یاتا 35% تخفیف میده. گفت یاتا یعنی چی؟ گفت بزنم ترکیه یعنی بخواب. من می‌خواستم بخوابم اونجا نمی‌مونم. دکتر میگه عملیه. گفت دکتر چه حرفی کنم؟ من خود عملش کش بدید.